بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود بر همه شما عزیزان. امید است که زندگی پر از سعادت، خوشبختی داشته باشید و همیشه غریق رحمات و الطاف الهی باشید. خداوند زندگی با سعادت و پر از انرژی و پر از ایمان و همت والایی به شما ارزانی بداره و همچنین گذشتگان ما و شما رو مورد رحمت و رضایت خودش قرار بده. عزیزان، بار دیگر فرصت شد که بیاییم در خدمت شما و میهمان خانه های شما، سفره های دل شما عزیزان باشیم. موضوع بسیار حائز اهمیتی است و شما عزیزان هم استقبال بسیار خوبی ازش کردید. من از همه بزرگوارانی که در این موضوع با ما همراه هستند، از بانوان عزیز و خواهران محترم و برادران عزیز و آقایون گرانقدر، کمال سپاس و تشکر رو دارم. واقعا دردی است در جامعه که متاسفانه حلاجی نشده. پژوهشگران و جامعه شناسان حالا بنا به دلایلی بهش بها ندادن و در این حال ما روش به اصطلاح فرهنگسازی نکردیم. من میخوام که با این ابیات زیبای سعدی بزرگوار شروع کنم. سعدی علیه الرحمه میفرمایند که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زی یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی. یک صفحه رو من از روزنامه های ایران گرفتم، همینجور سرسرکی زود هم سری، نشد آمار اخیر رو داشته باشیم اما قبلش، و ایران به عنوان مثال میاریم. وضعیت تاجیکستان به مراتب بحرانی تر هست در این قضیه و وضعیت افغانستان باز از تاجیکستان و ایران باز بحرانی تر هست. ببینید، علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور چی میگه؟ ایشون میگن که در گفتگوی اختصاصی با اشاره به سن، این روزنامه خراسان هست، با اشاره به سن ازدواج دختران و پسران در ایران که به ترتیب بین 20 تا 24 سال برای دختران و 25 تا 29 سال برای پسران تعریف شده، از تجرد 1,300,000 مرد بالای 30 سال و زن بالای 30 سال در کشور خبر داد. ببینید چه فاجعه دردناکی. واقعی کاش این رو درستش بخونیم و نگیم که مثلا بخونیم که این تعداد یعنی 1,300,000 مرد و زن روانی که خودشون رو روانی کردند و به این جا رسوندند یا جامعه بهشون ظلم کرد. ایشون در ادامه کلامشون میفرمایند که از این تعداد 320,000 نفر پسر و 980,000 نفر دختر هستند که با توجه به سن تجرد قطعی در خانم‌ها که 49 سال تعیین شده است، زنگ خطر تجرد قطعی برای نزدیک به 1,000,000 دختر به صدا در آمده است. حالا این تجرد قطعی رو که 49 سالش قرار داده، اینم مبنای علمیش نداره. کدوم مرد هست که به اصطلاح با زنی بالای 35 سال ازدواج کنه یا بالای 40 سال، حالا چه برسه به 49 سال؟ اینو به هر حال یک آماری هست که اومده. اما اساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، 152,000 دختر و پسر هرگز ازدواج نکردند و به سن تجرد قطعی یعنی همون 49 سال و بالاتر رسیدند که از این تعداد 62,000 نفرشان مرد و 90,000 نفرشان خانم هستند. ایشون یعنی مدیر کل دفتر آمار میفرمایند که در سال گذشته که همون سال 1393 رو میخواد بگه، در سال گذشته 48% خانم ها در سن ازدواج کشور هرگز ازدواج نکردن. یعنی بگو نیمی از خانم های کشور ازدواج نکردن، هرگز این فرصت براشون مهیا نشده. واقعا دردناک است.
همچنین خانم‌های در سن ازدواج کشور با طیف سنی 15 تا 29 سال شامل 11,790,000 نفر میشوند. از این تعداد 5,670,000 نفر هرگز ازدواج نکردند. ببینید با چه بحرانی در جامعه روبرو هستیم. به گفته مدیر کل این آقای محزون میفرمایند که در سال 93 980,000 خانم نیز در سن خطر تجرد قطعی قرار داشتند. خانم ها تقریباً 3 برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند. واقعاً دردناک هست وقتی این آمار رو میبینیم و وضعیت جامعه رو میبینیم. نیاز هست که یک حرفایی که تو جامعه هست که نمیدونم ازدواج دوم اهانت هست به زن، مگر زن حقوق نداره، مگه چه عیب ایرادی در زن بود و فلان بود، دیگه این افرادی که این حرف رو میزنن باید برن بخونن که سعدی میگه نشاید که نامت نهند آدمی، برن دنبال این بگردن که در کدوم یک از موجودات و خلایقی که خداوند متعال آفریده برای خودشون میتونن جایی رو داشته باشن. بذارید من یه نامه‌ای از یک دختر خانومی براتون بخونم. یک قسمتی از نامه رو، دختر خانومی هست که میخواست درس بخونه، فکر میکرد که اگر دکتر بشه واسهش خیلی خوبه و نام و نشانی خواهد داشت، خوشبخت خواهد شد در زندگی. خواستگارا اومدن دست رد به سینه‌شون زد که من میخوام دکتر بشم، من میخوام درسم تموم بشه، من میخوام که فارغ التحصیل بشم. تا رسید به 30 سالگی، اینی که 49 سال نمیدونم سن تجرد قطعی هست و فلان، اینو همش حرفه. تا رسید این دختر خانم به چی؟ 30 سالگی. حالا ببینیم چی می نویسن. پزشک متخصص، پزشک 30 ساله است، حالا متخصص از یا نیست، به هر حال پزشک به اصطلاح کودکان هست. ایشون میگن که ساعت 7 صبح هر روز موی بر جسمم می ایستد، سیلاب اشک بر گونه هایم جاری می شود، پشت سر راننده نشسته به سوی مطبم می روم. نگو مطب، بگو گور، بگو سلول زندانم. وقتی می رسم صف زنهایی که بچه هایشون را در بغل دارند جلویم سبز می شود. با حسرت به یونیفرم همون لباس سفید من چشم می دوزند. در نظر آنها ابریشم سعادت هست. این چشمهای کمسوی آنهاست که چنین می بیند، اما حقیقت را من احساس می کنم. این کفن من است. وارد مطب می شوم. گوشیم را در گوشهایم می گذارم. گویا طناب جوغه اعدام است که به دور گردنم می پیچم. دهه 3 عمرم است که به گلویم چنگ انداخته، می خواهد مرا خفه کند. آینده برایم مرده است، دیگر هیچ امیدی نیست. سپس ایشون جیغ میزنند و میگن اینها مدرک هایم و این یونیفرم لعنتی که خوشبختی مرا ربوده اند را بگیرید. به من یک شوهر بدهید، به من فرزندی بدهید تا مرا صدا زند مادر. عزیزان، با فطرت انسانی در افتادن نتیجهش اینه. جوونا، پسرها، خانواده ها، متأهلا، بانوان عزیز، باید درک کنیم که در جامعه چی میگذره، در زیر پوست زمخت این جامعه چه مشکلاتی وجود داره که ما نمیخوایم اونا رو ببینیم. در کنارمون تو خونه همسایه‌مون چی میگذره ما نمیخوایم ببینیمش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اظهار براءت میکنه و اون رو از جامعه مسلمانی میندازه بیرون. اون کسی که با شکم سیر میخوابه و همسایه‌اش گرسنه است. گرسنگی تنها خوردونوش نیست. گرسنگی عاطفه، گرسنگی وجود سایه پدر، گرسنگی احساس مادر بودن، اینا همش
گرسنگی هست و نیازهایی است که در جامعه هست. ما یه وقتی بود که در جامعه خودمون زن بیوه معنا نداشت. تا زنی بیوه میشد یا مطلقه میشد، مردا نمیذاشتن که زن، این در کرامت مرد و مردانگی بهش اجازه نمیداد که تو منطقهش، تو روستاش، تو همسایگیش زنی باشه بدون سرپرست. اما چی شد که این حس غیرت در ما مرد. جعفر طیار شهید میشه، فوراً همسرش رو بعد از عده ابوبکر صدیق خواستگاری میکنن، اسما بنت امیس. ابوبکر رحلت میفرمایند، فوراً همسرش رو علی نمیذاره که بی سرپرست باشه. یه غیرت، یک احساس شعور و همبستگی. حالا شما که ادعا میکنیم، حالا من و شما ببخشید ادعا میکنیم مردیم و توی خانواده خودمون چند تا بیوه زن هست یا دخترایی هست که به اصطلاح زشتی که ما استفاده میکنیم ترشیده‌اند و این اصطلاح هم خودش بیانگر اون عمق فاجعه است. چیزی که ترشیده باشه یعنی چی؟ یعنی پوسیده است، یعنی جامعه ازش بهش نزدیک نمیشه. چرا؟ خب در خانوادت باشه یا در همسایگیت باشه و بعد هم بگی که من در زندگیم با زن و بچه‌ام خوشبختم، کلبه خوشبختی دارم و نمیخوام تو این کلبه خوشبختی کسی دیگه رو شریک کنم، چقدر این خودخواهی است و چقدر این از آدمیت بدوره. نشاید که نامت نهند آدمی. بله، اینی که خانم ها نخوان به اصطلاح کسی دیگه ای بیاد و محیط خانوادگیشون رو یه مقداری گلالود کنه به گمان خودشون، خب حق دارن. همه میخوان که در آرامش باشن، اما آرامش میشه در کنار دیگران هم آرامش داشت. چرا؟ آیه قرآن کریم میفرماید ولا جناح علیکم فیما عرضتم من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم. اگر زنی شوهرش وفات کرد مثلا، خداوند به ما میگه که نرید صراحتا ازش در وقتی که در عده هست نرید ازش خواستگاری نکنید. یعنی چی؟ یعنی اینی که مردا نمیذاشتن زنی بیوه بمونه، زنی بی سرپرست بمونه. هر کسی میخواست که از دیگری سبقت بگیره. خداوند متعال بهشون گفت نه، در ایام عدت نه. اما اشکال نداره، در همین ایام عدت هم اشکال نداره به گونه‌ای بهش برسونید تا احساس امنیت کنه، از آینده وحشت نداشته باشه. برای یک زن خیلی مهمه، احساس امنیت برای یک زن خیلی مهمه که به اصطلاح از آینده و از زندگی نترسه. همینه که شما مثلا یک حرفی، یک پارازیتی میپرونید که یک دختر به اصطلاح مؤدب، یک زن با حیا و حشمت و خوشنامی مثل شما ضایع نمیشه و وقتی سلام کردید و یا اون خونه رفتید گفتید مثلا دختر عمو چطورن، انشالله که دیگه زندگیشون خوشبخت خواهد شد. یه جوری پیامی رسوندید که به اصطلاح ایشون هم مطمئن باشن یا دیگرها هم بفهمند که آقای فلانی چشم داره به خانم فلانی و نیت خوبی داره. این اشکال نداره. یعنی این خودش بیانگری این هست که چقدر جامعه همت داشته. اما امروز میبینیم که سریال های تلویزیونی و نمیدونم رسانه ها و خیلی از افرادی که در پی رسیدن به شهوت های خودشون هستند، در پی گرگه های وحشی که هستند، سعی دارند که نشون بدن که ازدواج های به اصطلاح دوم و سوم و چهارم همیشه ناموفق بوده، زن دوم، زن سوم و چهارم همیشه ظالم بودند، نمیخوان. و زنها هم در این میان نقش بسیار ویرانگری داشتند و خیلی از این زنهایی که همچنین کاری کردند و همیشه سعی داشتند که نشون بدن تو خانه‌ای که بیشتر از یک خانم هست اونجا امنیت نیست، تو دعوا و سمرافه است و اینا، چون که نمیخواستند که یک تجربه موفق رو به گوش مردا برسه که نکنه اونا هم فیلشون هوای هندوستان بکنه.
اما بعدها همینا پشیمون شدند وقتی که به اصطلاح بیوه شدند و به اصطلاح با همچنین موردی دست به گریبان شدند. ببینید عزیزان، خداوند خالق ماست. خداوند خالق الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خداوندی که لطیف هست و آگاه هست. آیا اون خداوندی که خالق هست نمیدونسته که واسه ما چی بهتره؟ همون خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که قانونگذار هستند برای ما این قانون رو گذاشتند و این از سنت پیامبر و پیامبران هست که بیش از یک همسر داشتند. انسانهای موفق در طول تاریخ، انسانهای صالح و نیکو، انسانها پیامبرها همیشه بیش از یک همسر داشتند. و خداوند متعال هم در سوره نساء وقتی که اشاره کردیم که به ما فرمودند فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اصلا از چی حرف زدن؟ از تعدد و چند همسری. و این اصل ماجراست. اصل ماجرا اینه که 2 تا 3 تا 4 تا همسر داشته باشید. و فإن خفتم، اگر حالت استثنایی بود و ترسیدید، اون وقته که به اصطلاح یکی ترسیدیم از چی؟ از عدالت، که نکنه که ما عدالت رو برقرار نکنیم. خداوند متعال یک چیزی که برای زن مهمه اینه که حقش ضایع نشه. حقش رو خداوند براش تأمین میکنه که به اصطلاح نترسه، وحشت نکنه. فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر شما ترسیدید، حالت استثنایی، ما یه نمازی داریم، شیوه نماز، ریتم نماز یه نماز خاص هست. چطور میخونیم؟ یه نمازی هم داریم در حالتهای استثنایی، وقت خوف بهش میگن نماز ترس، نمازی که ما ترس داریم، بیم داریم. اون نماز استثنایی است، اصل نماز اون نیست. نماز اصلش بر این. و همینطور هم در قضیه ازدواج. حالا این عدالت که هست سخته، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، هرگز نمیتونید که عدالت رو به نحو کامل به اجرا در بیارید. پس اینجا یه تبصره میخواییم. نیاز جامعه هست، نیاز خانم ها هست برای رسیدن به آسایش اجتماعی، نیاز هست که اینجا یک تبصره داشته باشیم که خداوند متعال میفرماید فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. یعنی اینی که اگر یه مقداری تمایلتون به زنیتون بیشتر شد، محبت قلبیتون، عشقتون بیشتر شد که این چیز طبیعی است، اشکالی نداره. یه زنی خوش اخلاقی، یکی بد اخلاقی، یکی نمیدونم خوش برخوردتره، یکی نمیدونم خوشگلتره، نمیدونم آشپزیش بهتره، مهمون نوازیش بهتره، به هر حال قلبش طرف به اون بیشتر تمایل داره. اما این نشه که اون دیگه رو بهش ظلم کنی، نه. و حالا این مقداری از تمایل قلبی هم مغفور له هست و این به اصطلاح یه واقعیتی هست و مصلحت جامعه هم در اون هست، مصلحت زنها در اون هست. و جالب اینجاست که ما بدونیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اصولاً تک همسر بودند. ایشون از 25 سالگی تا 50 سالگی با خدیجه سپری کردند. بعد یعنی 20 از 25 سال یه همسر داشتند که اون اصل زندگیشون بود. بعد از اون که به اصطلاح بعد از 50 سالگی دیگه اونجاست که خداوند پیامبرش رو امر میکنه که با عایشه ام المؤمنین ازدواج کن، با زینب بنت جحش ازدواج کن. یعنی اینی که این تعدد و چند همسری فرمان الهی بود برای پیامبر. یعنی اینی که این یه دستوره، یه راه حله، یه برنامه است برای اصلاح جامعه. حالا وقتی که ما میبینیم همچنین آماری در جامعه هست که این آمار میاد به اصطلاح یک تصویر بسیار وحشتناکی رو به ما میده که در جامعه تعداد دخترایی که در جامعه هستند و فرصت ازدواج براشون مهیا نمیشه و به سن ترشیدگی در جامعه ما بهش میگن میرسن، اینها 3 برابر مردا گزارش شده. خب الان اینا حق ندارن، حق زندگی ندارن. اینا باید تا آخر عمرشون از اون نیازهای فطری جامعه انسانیشون محروم بمونن. اینها باید زیر اون فشار روحی روانی که هست داغون بشند. این رسم آدمیته که من میخوام که در زندگیم به اصطلاح راحت باشم، نمیخوام که مسئولیت به دوش بگیرم. و ببینید
خیلی از جوانای ما تحت تاثیر رسانه‌های منفی قرار گرفتن، اصلا از ازدواج فراری هن. جامعه منفی به اصطلاح خودخواه، دین فروشا و دین سازا و مذهب تراشا، اونا اومدن مثلا برای این افرادی که میخوان بار مسئولیت حمل نکنند، از انسان بودن شانه خالی کنند، برای اینها راه گریزی براشون پیدا کرده. آقا برید صیغه کنید. چقدر ضربه زدن این مذهب تراشان به جامعه انسانی و به بشریت. خب این تعداد، این آماری که اینجا بود که آقا جوانایی که نمیخوان ازدواج کنن، چرا میگن ما خودمون رو تو زندان بندازیم وقتی که میتونیم به اصطلاح غذای شهوتمون بکنیم و اینا. خب این چه خیانت بزرگی هست. و در این حال زنها، طبیعت فطرت زنها غیر از مرداست. اینا یک نیازهایی دارند، یک حالتهایی دارند که نیاز به استراحت دارند. ایام پریودشون یا همون عادت ماهنگیشون، ایام نفاسشون بعد از ولادت ها و اینا نیاز به استراحت دارند. زنها قبل از به اصطلاح مردها بعد از 30 سالگی عموما اون نیاز یا حاجت و نیاز زن برای به اصطلاح همبستری کمتر میشه، سرد مزاجتر میشن، در حالی که مردها در 40 سالگی دچار یک جهش جوونی جدید میشن. اینا همه فضا رو باز میکنه برای یا چند همسری و قانونمند کردن اینها، حمایت جامعه، حفظ حقوق یک زن که زن نشه مثلا یه تاکسی خیابون یا یک مثلا دستشویی عمومی، بلکه حقش بهش برسه، همه حقوقش براش محفوظ باشه، آینده خود و فرزندانش محفوظ باشه. همه اینها درد یک جامعه است. یا اینی که نه، این مرد رو ما بذاریم که افسار گسیخته باشه، بره هر کاری دلش میخواد بکنه، به فساد و به منجلاب کشیده بشه. خب وقتی که مرد این راه رو پیدا میکنه، راه نمیدونم صیغه و راه نمیدونم فساد اجتماعی اینا، خب جامعه دچار یه بحران میشه. بچهای خیابونی که میاد توی میدان یا الان مثلا با شیوه های مختلف منع حمل میکنن، خب خود همین منع حمل چه ضربه به جامعه میزنه. جامعه‌ای که به اصطلاح باید در حال تکاپو و رشد باشه، جامعه‌ای که باید تولید مثل داشته باشه، این جامعه به سوی پیری میره. آینده جامعه در خطر است. بازوهای سازنده جامعه کم میشن. در همه کشورهایی که رو به رشد هستند، در همه کشورهایی که مدیریت عاقل دارن، تشویق هست به اصطلاح فرزندی بیشتر. الان در کشور همسایه ما ترکیه حکومت چه جایزه هایی میده برای خانم هایی که بیشتر فرزند میارن. در کشورهای امثال فرانسه خانم هایی که بیش از یک فرزند میارن چه تسهیلاتی بهشون داده میشه و چه خدماتی. در کشورهای اسکندنافی و غیره. فقط در کشورهایی که مدیریت توشون نیست، در کشورهایی که شکست خوردند از جانب مدیریت، یه مشت آدم بی سواد بی فرهنگ ناتوان دست و پا چلفت مدیریت جامعه را گرفتن، اینجاست که میگن آقا زندگی به اصطلاح بچه کمتر زندگی بیشتر. این حرف زشت و ناجور با فطرت انسانیت و با مدیریت درست جامعه فقط در این به اصطلاح کشورها شناخته میشه. حالا بیایم ببینیم که به اصطلاح چند همسری چه فوایدی برای خانم ها داره و خیلی ها نمیدونستن که فکر میکنن که این ظلم هست به زن. آیا میدونستید که زنهایی که حامله نمیشن، باردار نمیشن، در پژوهش‌های علمی که در بریتانیا صورت گرفته 75% زنهایی که حامله نمیشدن بعد از اینکه شوهرشون زن دیگه گرفت حامله شدن، باردار شدن. و ما یه چرخی بزنیم در محیط خانوادگی خودمون، از این جمله زنها رو پیدا کنیم که بسیار شوهرشون زن دوم گرفتن و حامله شدن، خیلی رو میبینیم. من همین امروز که اینو سرچ میکردم، همینجور تو محیط افرادی که میشناسم 10 تا 15 تا این رو همینطور سر انگشتی تونستم بشمارم. خانم هایی که به اصطلاح زنها با شوهراشون به اصطلاح زن دوم گرفتن و اینا به خاطر اینکه اینا حامله نمیشدن. حالا
این زنی که نمیذاره زن شوهرش به زن دوم بگیره، یا این شوهری که زن دوم را نمیگیره و زن اولش حامله نمیشه. ببینید چه جنایتی در حق زنش مرتکب میشه. 75% فرصت حاملگی برای زنش رو ازش میگیره. 75% فرصت این که این زن مادر بشه رو ازش میگیره. 75% فرصت اینی که این پدر و مادری که این خانم رو به این دو دستی بزرگش کردن و به این مرد دادند، این فرصتی که اینا پدر بزرگ و مادر بزرگ بشن و صدا زده بشن، اینو رو ازشون میگیره. 75% از این فرصتی که این برادر خواهرایی که خواهر خودشون رو به این آقا دادن که میخواستن که مثلا دایی و خاله بشن، این فرصت رو ازشون میگیره. ببینید چه خیانتی از در حق این زن اول. بعدش چی؟ پژوهش‌های علمی میگه که در بهترین حالت بعد از 10 سال از این ازدواج یا به طلاق فیزیکی میانجامه، هر یکی راه خودش رو انتخاب میکنه، اینایی که عاشق هم بودن، یا به طلاق عاطفی که در این خانه دیگه ازدواج وجود نداره، اینا مجبورن در کنار هم هستن اما در واقع امر زن و شوهر نیستن. خیلی دردناکه نه؟ و این هم به همه خاطر چی؟ به خاطر بی‌لیاقتی این مرد که بره ازدواج دوم بکنه و این بحران رو در به اصطلاح خونه‌اش حل کنه، و به خاطر به اصطلاح نفهمی این خانومی که اصرار داره که زنش شوهر دیگه نگیره، که شوهرم خودمه، من میخوام که تنهایی شوهرم باشه. عزیزان یک میان برنامه کوتاه بگیریم و برگردیم این موضوع رو باز هم محک بزنیم. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أمان
وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. با عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان، خیلی خیلی ممنون و سپاس از اینی که با ما همراه هستید و سوالاتون هم که ماشاءالله رسیده. اما عزیزان اگر اجازه بدید این موضوع یکم چند نقطه رو اشاره کنم، بعد بریم دنبال سوالای شما خوبان. در مورد این حرف می‌زدیم که چه فوایدی چند همسری میتونه برای زنهای جامعه داشته باشه. زن به اصطلاح که حامله نمیشد رو مثال زدیم. زنی که حالا به اصطلاح مطلقه است یا زنی که شوهرش رو از دست داده بیوه است، این زن در جامعه ببینید خداوند متعال ما رو تشبیهی که خداوند گذاشته خیلی حائز اهمیت هست که به اصطلاح هن لباس لکم و انتم لباس لهن. مردا پوشاکند، لباسند برای خانم‌ها، خانم‌ها لباسند برای آقایون. یعنی اگر زنی به اصطلاح این لباس از تنش کنده شد یا این لباس رو نداشت، ببینید که در جامعه چطور بهش نگاه کرده میشه. دختری که ترشیده است یا اینا، همه انگشت‌ها به سوی اون اشاره میره، حتی اگر جامعه خیلی مؤدب و مهذب باشه و این کار رو نکنه. اون در داخل نفس خودش این احساس رو داره که انگار همه دارن برای من حرف میزنند. وقتی میره خونه خیشا فکر میکنه که اونا فکر میکنن که من رفتم خونهشون، شاید من میخوام که بچه‌شون رو شکار کنم یا شوهر به اصطلاح چشش به من بیفته و بیاد خواستگاری من بره. همه حتی زنهای اطرافیان ازش هراس دارند، رابطه ها با اون بسیار سرد میشه. زنهای اطرافیان میترسن که نکنه که به اصطلاح شوهرشون شیفته این خانم باشه. خودش احساس میکنه هر جا میری جمع دکانی جایی 4 تا پیرمرد زوار در رفته وقتی با هم نشستند و شوخی میکنن میگن اون زنه رو برات خواستگاری کنم یا نه. اینهو یک زن عاری در جامعه هست، خودش این احساس رو داره. جامعه که به اصطلاح توش ظلم و ستم و استبداد هست هم همچنین احساسی رو داره. واقعا خیلی سخته برای این زن بودن در اون جامعه، خیلی مشکل هست. حالا زنی که به اصطلاح همچنین حالتی رو داره، این با کمال میل حاضره که زن دوم یا سوم یا چهارم بشه تا از این بحران نجات پیدا کنه. همچنین به اصطلاح اون زنی که میخواد زن دوم و سوم و چهارم بشه، آیا یه وقت فکر نکردیم اون زن هم میخواست که یک شوهر کامل داشته باشه و تنها باشه، اما چرا قبول کرد زن دوم باشه یا سوم باشه یا چهارم باشه؟ برای اینی که دیگه مشکل داشت، یک فضایی بود براش حاکم بود که حاضر بود که به اصطلاح تنازل بکنه. و الان در جهان کشورهایی هست که قانون گذاری میکنند و مردان رو مجبور میکنند به چند همسری.
و خانم‌هایی که به اصطلاح در این میان اعتراض میکنن، دادگاه و حکومت اونا رو محاسبه میکنه که شما چی، مگه کی هستی که یک شوهر رو در این به اصطلاح قحطی رجال بیا یک شوهر رو به اصطلاح مال خودت بکنی و اجازه ندی که جامعه دیگران به اصطلاح از این بحران نجات پیدا کنن. و در طول تاریخ ما این موارد رو داشتیم. این هم ربطی به اصطلاح کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداره. همه کشورها با این به اصطلاح آلمان بعد از جنگ جهانی دوم همین قانون رو گذاشت. اریتریه که کشور مسیحی است این روزا روی این مسئله به اصطلاح داره بحث میکنه. در عراق این یک به اصطلاح بحران هست. در خود ایران بعد از جنگ ایران و عراق این یکی از پروسه های قوی بود که مطرح بود و به اصطلاح آخرش هم آخوند مثلا مذهب تراش اومد این پروسه روسپیگری رو چهره مذهبی داد و به اصطلاح صیغه رو به جامعه تحمیل کرد. همه اینها بیانگر یک بحران هست در جامعه و برای به اصطلاح این بحران باید راه حلی پیدا کرد. اون مردی که از زنش به اصطلاح مقدار سرد شده، حالا بنا به دلایلی، حالا رفتار و یا چشمش افتاده به یک زن دیگه و تمایل به طرف اون زن پیدا کرده، الان میخواد یه زن دیگه بگیره، خب چیکار باید کرد؟ آیا گذاشت یک زن دیگه داشته باشه، قانونمند باشه، اون زن حقش ضایع نشه، این به این زن اول ظلم نشه، یا نه بهش باید اجازه بدیم که این زن اول رو طلاقش بده بره زن دوم بگیره، یا نه بگیم که این زن اول رو داشته باش، برو به اصطلاح از راه خیانت به یک مثل یک گرگ وحشی به یک به اصطلاح زنی حمله کن و اون رو به اصطلاح آزار و اذیت بده، جامعه رو به فساد و فحشا بکشیم. همه اینها بیانگر اون عمق فاجعه‌ای هست که ما نمیخوایم ببینیم یا خیلی از ما از باب خودخواهی نمیخوایم ببینیم. موضوع خیلی دراز هست و بیایم روی سوالات شما عزیزان که باز گله نکنید که به سوالات شما اهمیت داده نشد. عزیزی سوال پرسیدن که سلام علیکم و رحمت الله، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز، من دختری هستم 21 ساله، چند شب قبل با شوهرم یا خانواده شوهرم دعوام شد، من از کارم پشیمونم، رفتم پیش پدر شوهرم ولی اون منو نمیبخشه، شوهرم که اصلا، من جلوی خانواده خودم با اونا دعوام شد، خیلی پشیمونم، لطفاً بهم بگید چیکار کنم. ببینید عزیز من، اینی که شما دعوا کردید و اونا شما رو نمیبخشن، این خودش بیانگر چه هست؟ بیانگر این است که از شما انتظار نداشتن. یعنی این پدر شما رو به عنوان دخترش میشناخت، الان دختره بیاد به زبان درازی کنه به پدر، خب بهش برخورده و انتظار از شما نداشت. این بیانگر عمق اون محبت و احترامی بود که برای شما قائل بودن. شما اومدید این رو به شکستید. الان چه کار باید کنید؟ یک اشتباهی صورت گرفته، باید مثل یک دختر برید و به اصطلاح اظهار پشیمونی کنید. رفتید به اصطلاح معذرت خواهی میکنید، معذرت خواهی قبول نمیشه، خب وقت میگیره چون انتظار نداشتند از شما. و بهترین شیوه معذرت خواهی تنها این نیست که با زبان معذرت خواهی کنی، بلکه این رو باید با چیکار کنی؟ با عمل نشون بدی. الله متعال قانونی به ما نشون میدن که ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم. به بهترین بدی رو به خوبی جواب بده. حتی کسی که بین تو و اون دشمنی هست، طوری باش رفتار کن که انگار که دوست صمیمیت هست. خب الان با اونا این رفتار رو داشته باش، به اصطلاح انشاءالله که این حل میشه. و یادمون نره که همیشه قلبها در دست خداست و خداست که قلب رو، دلها رو هر آن طوری که بخواد میچرخونه. پس دروازه دعا یکی از بزرگترین درهایی است که باید اون رو کوبید برای رسیدن به اصطلاح خواسته هامون. دعا کن و خداوند متعال انشاءالله دلشون رو نرم میکنه و با خوبی رفتار کن تا احساس کنند که شما پشیمون شدید و برگردی اون جایگاهی که به اصطلاح در دل اونها داشتید و الان لطمه دیده اون رو بازیابیش کنید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز، یک سوال داشتم. استاد، من یک خانم هستم، شوهر دارم، شوهر خود را هیچ دوست ندارم.
پیش از این که من رو به این شخص میدادن، من پیش مادرم گریه میکردم که من این شخص رو نمیخوام، اما پدر و مادرم من رو به زور دادن. حالا من 4 فرزند دارم، 6 سال میشه که ازدواج کردم، هیچ خوشم نمیاد که طرفش نگاه کنم به خاطر که کسی دیگر رو دوست داشتم. حالا بسیار دلم قید است، یعنی ناراحت است. لطفاً جواب بدید در برنامه این هفته. خواهر عزیز، ببینید احیانا ما خودمون رو اذیت میکنیم، خودمون با تصورات اشتباهمون. یعنی مثلا شما تصور کن که شما فکر میکنید شوهرت از شما متنفره. خب شما تصور کن که شوهرت از شما متنفره. این تصور شماست، تو ذهن شماست. واقعیت امر این باشه که شوهرت عاشق شماست. واقعیت امر یه چیزی هست، تصور شما یه چیزی هست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما تو زندگیتون احساس بدبختی و فلاکت میکنید. همون به اصطلاح خوبی که شوهرت میکنه، بنا به تصور خودت اون رو بدی جلوه میدی. لبخند میزنه، میگه که به من نیشخند زد. خب تصوره که شما رو مدیریت میکنه. حالا عکسش این رو داشته باشیم، شوهر شما از شما متنفر باشه، این واقعیت امر، و شما تو ذهن تصور کنید که این شوهرت عاشقته. ببین چقدر احساس سعادت میکنی. خب الان اگر شوهرت یه سیلی هم بهت زد، میگه چقدر منو دوست داره که به سلام، به قول عربا من الحب ما قتل، از بس منو دوست داره منو داره کتک میزنه. تصور شما اینطوری انسان مدیریت میشه. شما میگید که من این آقا رو دوست ندارم، 4 بچه هم واسش آوردم. این 4 بچه رو رفتید از گوگل آپلود کردید، مثلا از اینترنت آپلود کردید. این خودش بیانگر اون عشق و علاقه و محبتی هست که بین شما هست. اما چون که شما تو تصورت، تو ذهنت این ذهنسازی رو کردی که من این رو نمیخواستم، به زور به من دادن. این تصور بزرگ به من دادنه که زندگی شما رو فلج کرده. واقعیت امر اینطور نیست. هم شوهرت شما رو دوست داره، هم شما اون رو دوست دارید، اما خیالات شما اینجور شما رو مدیریت کرده. حالا چیکار باید کرد؟ حالا شما باید ببینید، اولا اینی که یک کسی دیگه رو من دوست داشتم، اینو از ذهنت بذار بیرون. این کسی که شما دوست داشتی، شما دوست نداشتید، عاشقش نبودی. شما آیا باش زندگی کردید؟ میدونید از این بهتره؟ من شنیدم این صدای دهل از دور خوشه. خب این منی که اینجا با شما اینطور با لبخند حرف میزنم، این دلیلی نیست که من تو خونه همین کس باشم. نه، این صدای دهل است. همیشه انسان پوست زیبای دیگران رو میبینه، اما تو خونه خودش واقعیت‌های دیگری رو تجربه میکنه. همون شوهری که شما میگید که آدم بدی هست، در چشم خیلی ها بهترینه، ایداله، چون که نمیدونن تو خونه چه خبره. خب پس اینی که اون رو دوست داشتیم، اون تموم شد، رفت. اون قدر شما نبود، خدا برای شما نخواست و شایستگی شما رو نداشت، رفت. اونو کلاً دلیتش کن، پاکش کن از ذهنت. حالا این زندگی رو داری، شوهر داری، فرزند داری، نعمت‌هایی رو داری رو ببین، ازش لذت ببر. به نداشته ها فکر نکن. همیشه ما به نداشته ها فکر میکنیم، لذت داشته ها رو نمیخونیم، لذت نمیبریم از داشته ها، چون که فکرمون جای دیگه است. خب اینو اصلاحش کن. و در ثانی، عشق، محبت در زندگی ساختگی است. برو برنامه سفره دل، برنامه پیشین ما که چطور فن و فوت عشق و محبت سازی رو در خانواده به شما یاد دادیم، اونا رو مراجعه کن و مشکلت به اصطلاح حل میشه و اون راهکارا رو برو انشالله و به اصطلاح ذهنت رو درست کن، انشالله مشکلت حل میشه. خانم دیگه پرسیدن که سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک زن مسلمان محجبه و نسبت به عقاید دینی سخت پایبندم. در شهریم که 90% مردای متأهل به راحتی به زنشون خیانت میکنن. چه آمار دقیق! به راحتی در کنار داشتن همسر دوست دختر دارن و با این وضعیت نمیشه به راحتی به مرد اینجا اعتماد کرد، چون هر لحظه امکان داره در دام بیفتن. این وظیفه شما نیست خواهر عزیز که دیگران رو محاسبه کنید. شما بیا رو امر خودتون. میگه بنده تو زندگی زناشویی سر چند چیز با شوهرم اختلاف دارم، تا حدی که دست به هم بلند میکنه.
تو ماشین آهنگ‌های مختلف گوش میده، به خوبی بهش میگم انگار باعث سیاهی قلب میشه، این کار باعث سیاهی قلب میشه، نمازشو یه وقت میخونه 3 وقت نه. نماز 3 وقتی نیست خانم خواهر عزیز، نماز 5 وقت. خب همه یه تاریخ مسلمان رو 5 وقت کردن. حتی عزیزایی که به اصطلاح گمان میکنن که به اصطلاح تشیع 3 وقت نماز میخونن، اینا سوء فهم هست. برن نهج البلاغه رو مراجعه کنن ببینن که امام علی چند وقت نماز خونده رضی الله عنه. به هر حال حتی شده به خاطر اینکه گفتم نمازت قضا، این چه وقت خوندن نماز با مشت و لگد زده بیهوشم شدم، وای وای. و برای کارش 1000 کیلومتر میره، کاری که 3 روز طول میکشه، یه هفته یا بیشتر. اینجا من باید چه برخوردی با این شوهر داشته باشم؟ از نظر مادی و عاطفی هیچ کمی براش نذاشتم. کجا براش کمی نذاشتی خواهر من؟ ببینید شما معلم بودید که معلمگری رو بذار کنار، شوهرها از خانم معلم خودشون نمیاد. شما منکر و نکیر بازی میکردی، این رو بذار کنار، وظیفه شما نیست. لا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ انسانی گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. شما میخواید اصلاحش کنید، اصلاح بدون محبت نمیشه. شما باید این مرد رو اینقدر شیفته خودتون کنید که به خاطر اینی که مبادا که کارش باعث رنجش شما بشه، اون کار رو خود به خود ولش کنه. اما اینی که شما به اصطلاح شما سعادت خودت رو مرهون سعادت شقاوت اون نکن. در خونه فرعون آسیه خوشبخت زندگی میکرد. فرعون بود، پس بذار اون به اصطلاح کارای اشتباهش رو که میکنه شما براش معلم بازی در نیار، پلیس هم نباش، داروغه هم نباش که محاسبش کنی. شما بیا خودت رو نمونه کن تا اون شیفته اخلاقت بشه، شیفته برخوردش بشه، عاشقت بشه. اون وقتی که دیگه به اصطلاح حرفت رو گوش میکنه. و در عین حال یادت نره دعا خیلی کارا میکنه. دعا به خصوص در نیمه های شب و از خدا بخواد که اصلاحش کنه و انشالله درست میشه. عزیزی میپرسد وقتی که تا ساعت 12 شب یا بیشتر به بهونه کار 1 ساعته بره بیرون، یعنی شوهر، زن اینجا اجازه داره به شوهرش اعتراض کنه یا نه؟ نه، زن اجازه نداره اعتراض کنه. زن باید نگاه کنه که چرا این فرد در بیرون بیشتر احساس راحتی میکنه تا در کنار من. آیا من واقعا مثل دوستاش براش دوست شدم یا نه؟ اینجا که میاد من مشکلات رو براش ورق میزنم، قرقر میکنم، فراریش میدم، یه چیزی هم طلبکارم. و اگه مشکل اینجوری مردی رو به یه دوست صمیمیش بگم که نصیحتش کنه، این یه جور خیانت به شوهر یا نه؟ خواهر عزیز ببینید، مشکلات داخل خونه رو سعی کنیم خودمون حلش کنیم. ببینید الان از شما بپرسم آقای عمرا کی هست، میگی یه آدم خوشبرخورد و نمیدونم خوشخنده فلان و علان. تصور کنید امروز خانمم از من دلخور بود، اومد پیش شما گفت که طبیعت خانم هاست، یهو انفعالی میشن، عقلانیت آقایون بیشتره، انفعالاتشون کمتر. خانم ها انفعالاتشون بیشتره، عقلانیتشون کمتر، طبیعته. خب میاد مثلا پیش شما شکایت میکنه، روز بعد ما با هم خوب میشیم، شیر و شکر. اما در ذهن شما الان یه عمرای دیگه ساخته شد، عمرایی که این خانم هم اومد برای شما تعریف کرد، آدم عصبانی، آدم از کوره در میره، بد و بیرا میگه، فلان میگه. این در ذهن شما هست. ما اینجا مشکلمون حل شد، فردا مشکل شما حل میشه. اما شما رفتید برای دوست صمیمی شوهرت گفتی که چه مشکلاتی داره و چه اخلاقی داره و فلان و از این حرفا. این باعث شد که یه شخصیت رو اونجا ترور کردی تو ذهن اون. اولا اون دوست صمیمی با شوهرتون اون رابطه قدیمیشون اینقدر صمیمی نخواهد موند. ثانیاً اون یک کلاغ هم میتونه باشه، اون تو نتونستی که همسرشی نتونستی رازشو نگهداری، دوست صمیمی میخواد رازشو نگهداره، اون به شوهر به خانمش میگه، خانمش به همسایه میگه و فلان اعلان. فردا میبینی که یک چیزی دیگه از شما ساختند و شما شدی نقل مجلس مردم. نه، شما سعی کن کاری بکن که شوهرت در کنار تو بیشتر احساس خوشبختی و سعادت بکنه تا در کنار دوستاش. و خیلی وقتا این اتفاق میفته به خاطر اینی که فاصله
فرهنگی زن و مرد زیاده. شوهر احساس میکنه که بسیار با یه دختر کوچیک یا با یک انسانی که اون رو درک نمیکنه هست. اگر همچنین حالتی هست مثلا شوهرت خیلی باسواده، شما سطح سوادت کمتر، خودتو برسون به شوهرت، ببین به چه چیزایی اهتمام میده، شما هم به همون چیزا اهتمام بدین که به اصطلاح پیشش عزیز باشیم. و عزیزی دیگه میگه که مادرم یه خواهر بیشتر نداره، ما بچه‌ها با هم مشکل داریم، حالا نمیدونم مقصر کیه، اونا فکر میکنن ما هستیم، ما فکر میکنیم اونا هستن. ما یه مشکل قومی برامون پیش اومد، همه فامیل کمک کردن به جز پسر خاله هام، اونا گفتن موقع سختی ما با شما نیستیم. ما الان خانواده کلا رابطمون رو باهاشون قطع کردیم. آیا به نظر شما آدم که موقع سختی به در نخوره یا رابطه باهاشون خوبه؟ بله، رابطه باهاشون خوبه. قرار نیست که همه موقع سختی عزیز شما باشن. ببینید اینا پسر خاله، پسر عموهای شما هستن، خویشای شما هستن. شما زمین برید آسمون برید، اینا خویشای شما هستن. بد باشند خوب باشند باز خویشای شما هستن. خب و در نظام خویشاوندی این قانونه، لیس الواصل بالمکافئ. در همه نظام روابط اجتماعی اینه که کسی که وصل به جا میاره، کسی که به اصطلاح صله رحمی به جا میاره، اون کسیه که طلب نداره. یعنی من نمیگم که من بهشون کمک کردم اونا به من کمک نکردن، من کمک کردم، من وظیفه خودم رو انجام دادم، اونها کمک نکردن، اونها در وظیفه خودشون کوتاهی کردن، حسابشون با خودشون. من اینجا قاضی نیستم. خب عزیزم، ما قاضی نیستیم. ما میخوایم الان اشتباه دیگران اشتباه من رو توجیه نمیکنه. اونا به من بدی کردن، من حق ندارم به اونا بدی کنم. اگه اونا بدی کردن، من بدی کردم، پس فرق من و اونا چیه؟ اونا خودشون تو چاه بندازن، منم تو چاه بندازم، چرا اونا تو چاه انداختن؟ نه، این اشتباهست و شما هم حق ندارید که به اصطلاح مادرتون رو منعش کنید. باید خودتون هم به اونا خوبی کنید و مادرتون رو هم تشویق کنید که به خویشاش برسه. عزیزی میپرسم برادرم با دختر خالم ازدواج کرده، مبارک انشالله. مامانم خیلی از دست عروسمون دلش خون شده. ای وای، در کل رابطمون اصلا خوب نیست. الان یه 2 ماه میشه قطع رابطه کردیم. خیلی احساس آرامش میکنیم. به مادرمون میگیم ما کاری به شما نداریم، میتونی بری خواهرزاده‌هاتو ببینی. مامان میگه شما نمیرید منم نمیرم. آیا این کار ما اشتباهست؟ بله که اشتباهست، خیلی هم اشتباهست. اینی که به اصطلاح اولا که به اصطلاح اونا مشکل دارند، مادر از عروسش دلش خونه، شما سعی کنید که به اصطلاح این رو پینه توزیش کنید، رابطه رو درست کنید. در حد اینی که به اصطلاح رابطه چقدرش اونا بر شما حق دارند، شما باید حق ادای حق کنید، رفت و آمد بکنید. اونا بدی میکنن، بدی رو با خوبی جواب بدید و این به مرور زمان به اصطلاح جواب میده. و یادمون باشه ببین رابطه ما با دیگران در واقع یک نوع عبادت هست، به خصوص با خویشاوندان. عبادت که شد یعنی اینی که باید توش مشکلی باشه. شما رفتید امروز صبح نماز خوندید، یعنی بلند شدید، از خوابتون گذشتید، رفتید به اصطلاح وضو گرفتید، رفتید مسیر مسجد رو طی کردید، اینا همش مشقته به خاطر رسیدن به چی؟ به ثواب. یک قاعده بهتون بگم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند المؤمن الذی یخالط الناس و یصبر علی اذاهم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس و لا یصبر علی اذاهم. مؤمنی که با مردم رفت و آمد داره و در مقابل اون بدیایی که به اصطلاح اذیت و آزاری که از مردم بهش میرسه صبر میکنه، این بهتره از اون مؤمنی که گوشه‌گیری میکنه و میگه من نمیتونم اذیت و آزارشون رو تحمل کنم. این کاری که شما میگید خیالمون راحته، نه خیالتون راحت نباشه، برید حق اونها رو ادا کنید و کوتاهی اونها، لغزش اونها، بدی اونها هیچ وقت به شما این توجیه نمیکنه که شما در حق اونها هم بدی کنید. عزیزی میپرسن سوالی داشتم ازتون، خیلی خستم از زندگی. عزیز من، زندگی برای خوشبختی است، برای سعادت. باید خوشبخت باشی، باید خوشبخت باشی. اگر نبودی ریگی تو کفشت هست. از سرنوشتم دلم گرفته، شوهرم اصلا خوب نیست، دیگه به کلی ازش ناامید شدم. شب روز سرش همش به گوشیشه، اصلا با هم حرف نمیزنه.
4 سال کامل تحمل کردم، روز به روز داره بدتر میشه، تو خدا برام دعا کنید. بله عزیزم، شما هم دعا کنید، ما هم دعا میکنیم ان شاء الله خداوند متعال شوهر شما رو اصلاح کنه و خانواده بسیار به اصطلاح خوبی باشید. اما بدون که سعادت دست خودته. سعادت من دست هیچ انسانی نیست. چرا که سعادت یک احساس شعور داخلی است. شما میتونید در کنار فرعون خوشبخت باشید. مگه آسیه در کنار فرعون خوشبخت نبود؟ بلکه آسیه در کنار فرعون، در خونه فرعون شد از بهترین زنان بهشت، از بهترین زنان و سیدات و به اصطلاح خانم‌های بهشت و بانوان بهشت یکیش آسیه هست، از 4 تاشی که آسیه هست که در خونه فرعون بود. پس هیچ کسی نمیتونه سعادت و خوشبختی رو از من بگیره. این منم که با تصوراتم خودم رو خوشبخت یا بدبخت جشن میکنم. اما این مشکلی که تو خونت هست، این رو به اصطلاح خودت اولا اذیت نکن، برو فن و فوت ساختن عشق رو در خونه با ما در برنامه‌ای که تو یوتیوب هست به اصطلاح همراهی کن و این فن و فوت رو یاد بگیر. ان شاءالله اینا رو عملی کن، حتما به اذن الله به یاری خداوند متعال مشکلت برطرف میشه. خانومی فرمودن سوال دوم همسرم حتی نماز 5 وقت نمیخونه، کلا با حرف دین مخالف هست، همش حرفای شرک‌آمیز میزنه، همش ناراحتم میکنه، اشکمو در میاره، هر روزم شده گریه، همش با دخترها هست انگار که اصلا زن نداره. خودش هم بهم میگه وقتی دور باشم دلم خیلی واسهتون تنگ میشه، وقتی خونه میام از تو بدم میاد، همه میگن جادو شده واسهتون، چه دعایی بخونم که خوب بشم؟ خواهش میکنم. ببینید، دعا کنید و سعی کنید که به اصلاح بشه. از جمله دعایی که باید بکنید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. و از جمله دعاها ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اینا آیه قرآن کریم هست، برید معنا و مفهومشون رو بخونید و این دعا رو زیاد بخونید. اما ببینید یک قانون ما داریم، یا امساک کن به معروف او تسریح به احسان. باید در زندگی این باشه. اگر میدونید که میتونید در کنار این شوهر خوشبختی رو بسازید، در کنارش باشید. اگر نمیتونید، میتونید ازش جدا بشید و خودتون رو آماده کنید قبل از جدا شدن، که جدا شدن باعث این نشه که در یک به اصطلاح با طلاق بیفتید. بتونید استقلال اقتصادی داشته باشید، بتونید رو پای خودتون وایسید و موفق خواهید شد. عزیزان، وقت برنامه به پایان رسید و ما نتونستیم به اصطلاح حق مطلب رو اونطوری که میخواستیم ادا کنیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد بیشتر در خدمت شما باشیم و همه سوالاتون انشاءالله پاسخ داده خواهد شد بیاری الله متعالی اگر زندگی باقی موند. تا دیدار دیگه همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم و از همتون التماس دعا دارم. از خداوند ذوالجلال میخوام که همیشه در خوشبختی و سعادت باشید و در سایه ایمان بتونید یک زندگی ایدئالی برای خودتون و برای خانواده هاتون و برای جامعه بسازید و همیشه گذشتگان رو در دعاتون داشته باشید. الله یار و نگهدارشون.